رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم طالبان مدرسه حنفیه. حدیث امروزه را به شما می خوانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر که روزدار را افطار بدهد برایش مثل ثواب او ثواب نوشته می شود و از ثواب آن روزدار چیز هم کم نخواهد شد. یعنی آن شخصی که به روزدار افطار می دهد سزاوار آن مقدار ثواب می شود چقدری که روزدار ثواب گرفته است و از ثواب آن روزدار چیزی هم کم نمی شود. و در حدیث سلمان آمده است که هر کی روزدار را افطار بدهد برایش مغفرت گناهان و خلاصی از آتش دوزخ می گردد و مثل اجر و ثواب روزدار اجر و ثواب می گیرد و از اجر و ثواب روزدار چیزی کم نمی گردد. صحابگان گفتند: ای رسول خدا، شاید هر یکی ما قدرت افطار دادن را نداشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: این اجر و ثواب برای کسی است که روزدار را با یک نوشیدنی از شیر و یا با یک خرما یا اینکه با یک نوشیدنی از آب افطار بدهد. و هر کی روزدار را آب بنوشاند خداوند او را از حوض من آب می نوشاند و او هرگز تشنه نخواهد شد تا اینکه داخل جنت می گردد. برادر ایمانی هم از این حدیث به ما معلوم گشت که معنای افطار دادن این حاضر کردن دسترخوان و طعام دادن نبوده است. البته کسی به این قدرت داشته باشد این بهتر است و کسی که قدرت نداشته باشد می تواند با یک کاسه آب یا شیر یا خرما یا دیگر شیرینی های روزداران را افطار بدهد و ان شاء الله آن ثوابی که این روزداران می گیرند این شخص هم چنین ثواب می گیرد. و خوش به حال آن برادرانی که در نزد مسجدها آب یا خرما یا دیگر شیرینی های را می گذارند تا روزداران با آنها افطار بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان